بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، امروز با هم درباره ام سلمه هند دختر ابی امیه همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت میکنیم. میبینیم که یک زن در حیات پیامبر و عموما برای امت اسلام چیکارها کرده میتواند و توانسته بود. اگر به زندگی ام سلمه نگاه کنیم، ام سلمه در یک خانه سخاوتمند به دنیا می آیند و پدرشان ابو امیه همیشه با سخاوتمندی مشهور بودند و حتی نفرانی که همراه ابی امیه به سفر می برآمد همراه خود توشه راه نمی گرفت، چون ابو امیه می گفت هر کسی که همسفری من هست من برای او توشه راه می گیرم، او مهمان من است طول راه و همراه خودش چیزی نگیرد. انا در همین گونه عائله سخاوتمند این زن بزرگ شده بودند. بعد از اینکه ام سلمه و ابو سلمه به ازدواج می برآیند که نام اساسی ابو سلمه عبدالله می باشد، هر دو از نفران اولین داخل شدگان به اسلام بودند و حتی به 20 نفر هم نمی رسید تعداد نفرانی که مسلمان شده بود وقتی ابو سلمه و ام سلمه مسلمان می شوند. ولی چون خیلی اذیت مسلمان ها در مکه زیاد می شود و مشرکین تا توان ایشان را اذیت می داد و حتی نه عائله ابو سلمه نه عائله هند به اسلام می گرویدند و حتی برعکس این علیه اسلام خیلی می جنگیدند، ایشان مجبور می شوند همراه دیگر بیچارگان مکه به حبشه هجرت کنند و اولین شده البته همراه عثمان ابن عفان و رقیه دختر پیامبر ایشان به حبشه می آیند و زندگی در حبشه را ام سلمه خیلی زیبا حکایت می کنند که ما در بهترین مکان، در نزد بهترین همسایه، در نزد بهترین ملک یا پادشاه زندگی داشته. همین طور ابو سلمه و ام سلمه در حبشه زندگی می کنند. در بعضی روایت ها در آنجا صاحب فرزند می شوند. ولی وقتی که به گوش ایشان می رسد که اهل مکه دیگر مثل پیشتره نیستند، دیگر ایشان اسلام آوردند و دیگر مثل پیشتره اذیت کم شده است، ابو سلمه و ام سلمه هر دو به مکه برمیگردند. ولی می آیند و می بینند که تماما آن خبری که ایشان شنیدند عکسش در مکه است. یعنی برعکس اذیت بالای اذیت، شکنجه بالای شکنجه در مکه زیاد است و در این عین شکنجه به پیامبر اجازه می شود که به مدینه مسلمان ها هجرت کنند و اولین شده بار دیگر ابو سلمه همراه همسرشان ام سلمه و کودک خردککشان سلمه که کوچک بود و شیر می خورد هنوز روانه می شوند به سوی مدینه. ولی وقتی که راه سپار می شوند، خویش و تبار ام سلمه دویده آمده به ابو سلمه می گویند تو کی هستی که دختر ما را همراهی فرزندت به مدینه می بری؟ مسلمان شدنت کم نبود که او را از ما جدا میکنی؟ ما هرگز اجازه نمیدهیم که دختر ما همراه تو برود، اون هم به یک شهری که در آنجا یگان خویش و تبارش وجود ندارد و اون هم با اعلان مسلمانی که ما عموما ضد اسلام تو هم هستیم و ضد رفتن تو به مدینه. و همین طور هر چند میکنند ام سلمه را از دست ابو سلمه شوهرشان میگیرند و نمیگذارند که به مدینه روند. در این وقت خویش و تبار ابو سلمه می آیند و می گویند شما کی هستید که فرزند ما رو یعنی سلمه کودک رو می گیرید شما به ما دهید؟ ام سلمه می گویند از یک طرف شوهرم داشت مرا پرتافته می رفت، از طرف دیگر که علاجش او هم علاج نداشت، از طرف دیگر کودک میدچه من که هنوز شیر می خورد از بغلم کشاله کنان گرفتن و حتی من از این طرف آنها از آن طرف آنقدر به شدت از دستم او رو گرفتند که یک دستی سلمه کوچک از جایش برآمد و همین طور من در یک لحظات کوتاه هم شوهرم را از دست دادم که او به مدینه رفت و هم از این طرف فرزندم سلمه را. و اینقدر برایم سخت بود که کودکی که شیر میدهم از آغوش من گرفتند و رفتند و تقریبا 1 سال کامل من گریستم در همان راهی که در آنجا از شوهر و از کودکم جدا شدم. هر روز از صبح تا شام گریه میکردم که پروردگار مرا به فرزند و به همسرم برسان. همسرم در مدینه، کودکم باشد در دست خویش و تبار شوهرم بود. تا اینکه 1 سال گذشت و 1 سال با درد و الم با غصه های هجران که بار مرا یکی از خویش و تبار شوهرم دید که در آنجا می نشینم و خون می گیرم و رفت است و به خویش و تبار ابو سلمه رسانیده است که شمایان مگر رحم نمی
میکنید مگر قلب ندارید؟ اون زن دیگر از فراق کودکش میمیرد. کودکی میدچه رو از دست او گرفتید، شوهرش هم رفت است، دیگر بیارید کودک رو به دستش دید. تا اینکه این رو شنیدند و پس از 1 سال کودکچه رو آورده به من دادن. و وقتی من اینقدر 1 سال هجران کشیدم و اذیت دیدم، خیش و تبار خودم هم دیگر گفتن از این زیاد نمیخوایم تو رو اذیت کنیم، برو به نزد شوهرت با سلامت. با همین من ابو سلمه کوچک رو به آغوشم گرفتم و راه سپار شدم به مدینه. پس از آن 1 مدت یا پس از آن 1 سالی گریه و زاری. و در راه وقتی خواستم به مدینه روم با عثمان ابن طلحه واخوردم که یکی از مردهایی بود که در حقیقت هم غیور بود، هم از مردهای امانت دار. مرا دید و گفت ام سلمه در این صحرا همراه کودکت کجا می روی؟ و گفتم من می خواهم به نزد شوهرم بروم و 1 سال کامل است که من از او دور هستم. و من گفت در این صحرا با تنهایی همراه این کودک برایت خیلی سخت می گذرد و من اجازت تو را برسانم و من یک مرد امانت دار هستم. من هم از پیشتر هم شنیده بودم و به او باور کردم و سوار شتر شدم تا اینکه او مرا به نزد شوهرم رسانید. و عجیبش این بود که عثمان ابن طلحه مردی بود که آنقدر در برابر زن بیگانه یا اینکه همسر یک برادر اینقدر امانتدار بود. ام سلمه میگویند طول راه هر جایی که من دم میگرفتم یا کمی استراحت میکردم، او دورتر از من استراحت میکرد، هرگز برابر من نمی نشست. شتر را به زمین میماند تا اینکه ما فرایم، باز می آمد و شتر را به زمین می نشیناند تا اینکه ما بشینیم. همین گونه مرا به نزد شوهرم برد و من با شکر پروردگار پس از 1 سال به نزد همسرم آمدم. و وقتی که ام سلمه به مدینه میرسند، پس از 1 سالش جنگ بدر می شود. پس از سال 3 هجرت جنگ احد می شود و در جنگ احد وقتی مسلمان ها عقب نشینی می کنند و مغلوب می شوند، در این وقت ابو سلمه از بازوی خود یا گفتیم از کتف خود، نزدیک به کتف خود مجروح می شوند و آن جراحت خیلی جراحت وزمین بود و از جنگ به خانه با آن جراحت وزمین برمیگردند. و مدت نگذشته یکی از قبیله های اطراف مدینه که بنی اسد بود میخواهد به مسلمان های مدینه هجوم کند و پیامبر میگویند چه کسی شجاعتمندتر است از ابو سلمه که در حقیقت خیلی مرد مجاهد جسور بودند و میگویند ابو سلمه تو را همراهی گروه از مسلمان ها یا یک لشکر کوچک به بنی اسد میفرستم تا اینکه شما آنها را بروید و پیش راهشان را گیرید، زیرا شنیدم که آنها میخواهند به داخل مدینه هجوم کنند. ابو سلمه البته لبیک گویان همراه عده از مسلمان ها به بنی اسد میروند و در 29 روز آنها را غالب میکنند، ولی جراحتشان باز وزمین تر میشود. سپس برمیگردند به خانه، البته پس از پیروزی ولی با جراحت وزمین و در خانه تقریبا 2 ماه بیمار میشوند و پیامبر هر باری که به نزد ابو سلمه می آمدند و احوالشان را میدیدند گریه کنان از نزدشان خارج می شدند که این برادر من دارد می میرد. و آخران مرگ ابو سلمه فرا می رسد و وقتی مرگشان فرا می رسد 4 تا فرزند داشتند، همش کوچک بود. سلمه بود، محمد بود، دوره و زینب. 2 دختر و 2 پسر از ام سلمه داشتند. ولیکن عجیبش این است که در وقتهای بیماری یا کمی پیش از آن با همسرشان صحبت میکنند. ام سلمه که میبینند شوهرشان جراحت دارند میگویند شوهرم، من شنیدم که هر شوهری که بمیرد و زن او هم انسانی خوب باشد، انسانی صالح باشد، اینها هر دو در جنت میشوند به شرطی که زن شوهر نکند و اگر مبادا تو وفات کردی من شوهر نمیکنم. و این چونین هر زنی اگر وفات کند و شوهرش از انسانهای صالح باشد، هر دو اهل جنت باشند، با همراهی همان زنش می شود اگر شوهر زن نگیرد. بیا هر دو عهد و پیمان میکنیم که اگر من مردم پس از من تو ازدواج نمی کنی، اگر تو مردی پس از تو من ازدواج نمی کنم. ابو سلمه میگویند اگر من چیزی گفتم الان تو اطاعت میکنی؟ ام سلمه میگویند آره، زنی مسلمان باید اطاعتش کند، من اطاعت میکنم. پس از اون میگویند هند یعنی همسرشان را اگر من از دنیا رفتم تنها نمان، حتما ازدواج کن. بعد از این
به یک مرد نگاه کنید، به آسمان دعا کرده میگویند پروردگارا اگر جان ابو سلمه رو گرفتی، برای ام سلمه یک شوهر نصیب کن که اذیتش نکند، غم ندهد. ام سلمه میگویند وقتی ابو سلمه این دعا رو کرد، گریه کنان گفتم پس از تو کدام شوهر میتواند که مرا اذیت نکند؟ از تو بهتر کی رو من میتوانم پس از تو پیدا کنم که مرا رنج ندهد؟ ولی عجیبش این است که اجابت شاید همون دعای ابو سلمه بود که پیامبر نصیب میشوند به ام سلمه. وقتی که ابو سلمه وفات میکنند، پیامبر در نزد در خانهشان بودند و میگویند پروردگارا ابو سلمه را تو رحمت و مغفرت کن و او را همراه نفرانی که بخشیده و مقربین درگاه تو هستند همراه آنها قرار بده. قبر او را وسیع و پرنور کن و ما را پس از او مانده ها را ببخش. و یک دعای عجیب دیگر که فرزند و همسر او را خودت به عهده‌ات گیر، یعنی پروردگار تو خودت همسر و این 4 کودک میده ابو سلمه را به عهده‌ات خودت گیر، خودت کفیلشان شو. ام سلمه میگویند من شنیده بودم که پیامبر گفته بودند وقتی کسی مصیبت میرسد باید این دعا را بگوید ان لله و انا الیه راجعون رب اللهم اجرنی فی المصیبت و اخلف لی خیرا منها، یعنی پروردگارا در این مصیبت من به من اجر بده و به من بهترش را نصیب کن، یعنی حیاتی بهتر را یا فرزند را از دست دادم از آن بهترش را. میگویند من این دعا را کردم که واخلفنی خیرا منه، ولی گویا که من یقین میدانستم که از ابو سلمه بهترین را پیدا نمیکنم. پروردگارا در مصیبت من آسانی بده و به من زندگی بهتر یا نفر بهتر را نصیب کن. ولی میگویند اجابت دعای من بود که برای من پیامبر یعنی محمد صلی الله علیه و سلم نصیب شدن. و البته اینجا پس از اینکه ابو سلمه وفات میکنند و عده ام سلمه میگذرد، ام سلمه که هم با زیبایی، هم با سخاوت، هم با آن صبری که در هجرت و در مکه کردن بین مسلمان ها مشهور بودند، آبرو داشتند، یک چند صحابگان برای خواستگاری می آیند. ابوبکر صدیق، عمر، دیگر صحابگان به همهشان رد میکنند تا اینکه پیامبر خودشان خواستگار می شوند. در روایت خود پیامبر می آیند، در روایت یک نفر رو می فرستند و میگویند پیامبر میخواهند با شما ازدواج کنند. ام سلمه میگویند اولش این است که من 30 سالم رفته است، من مثل عایشه و حفصه جوان نیستم، من زنی پیر هستم. دومش این است که من 4 کودک دارم، من زنی بی فرزند نیستم، 4 کودک در دست من است. سومش این است که من یک زن غیرتی یعنی غیور و رشکین هستم، نمیخوام پیامبر را اذیت کنم. نگاه کنید، بجای اینکه یک خواستگار آمد، بعضی هستن یک نفر اگر به آنها خواستگار شد در پیران سالگی یا پس از مثلا وفات کردن شوهر یا پس از طلاق، با بعضی از سخنها تا اندازه آن نفر رو میرنجانند. اما جواب خوشروی ام سلمه رو ببینید که میگویند من 3 مشکلی دارم، یکی مادر هستم، 4 کودک دارم، دیگر 30 سالم بالا است، دیگر من نمیخوام شوهر کنم. سوم این است که من یک زنی رشکین هستم و پیامبر هم یک چند همسر دارند، من نمیتوانم وقتی که شوهرم چند زن دارد با او زندگی کنم که این مشکلی من است. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی جواب زیبا میدهند. اولا میگویند 30 سال تو اگر بالا هست، 30 سال من هم جوان نیست، ما هم 30 سال همدیگر هستیم، تو آنقدر خودت را پیر نگیر. دوم این است که کودکانت را نگو که کودکای من بی سرپرستند، پروردگار سرپرست کودکان تو هست. سوم اگر رشک داری برایت دعا میکنم تا آن رشک را پروردگار برکنار کنند. و همین طور ام سلمه که پیامبر را میشناسند و مسلمان ها جانشان فدای پیامبر بود، راضی میشوند و با پیامبر ازدواج میکنند. در کتاب های سیره آمده است که هیچ زنی مثل ام سلمه نبود. پگاهی روز عروس پیامبر شد، بگاهی روز دیدیم که با آسیاب آرد میکرد، یعنی کودک هایش بود و آن زنی نبود که مثلا من عروسکم گویان در کنج خانه بنشیند، نه همان بگاه الکی او به آرد کردن و به کارهای خانه شروع کرد. همین طور پیامبر با زنی که 4 کودک دارد ازدواج میکنند، آن هم زنی شهید ابو سلمه. و میگویند پیامبر خیلی فرزندان ابو سلمه را دوست
می داشتند و حتی زینب که کوچکترین آنها بود و شیر می خورد، هر وقتی که پیامبر می آمدن می دیدن که زینب در آغوش ام سلمه هست، زودتر می رفتن تا اینکه مادر با کودکش آواره شود. و بعضا می شد که عمار ابن یاسر که برادر شیرخوارگی ام سلمه بودن اومدن می گفتن وقتی پیامبر آمد زینب کوچک رو به من بده، پیامبر همراهی تو کمی بنشیند برای اینکه کودک میده هم هست میگویی و پیامبر زود از نزدت نرود. و وقتی که زینب رو تقایش یعنی عمار میگرفت، پیامبر میگفتن زینب که من کجا است که امروز نمیبینم، یعنی خیلی دوست می‌داشتن زینب و دیگر کودکان ام سلمه را. همینطور پیامبر با این زنی شجاع و با این زنی زیبا و با این زنی کریمه ازدواج میکنن و ام سلمه از زنهای عادی نبودن و موقف خیلی زیبای ام سلمه رو میبینیم در صلح حدیبیه. ببینیم وقتی سال 6 هجری پیامبر خواب میبینند که همراه مسلمان ها به عمره رفتن و خواب پیامبران این خودش یک وحی و گواهی هست. اکثریتش پیامبر میگویند همگی به عمره میرویم و همراهشان ام سلمه رو هم میگیرن، ولی مشرکین پیش راه ایشان رو میگیرن، میگویند سال آینده میآید، این سال نه، و یک چند شرط و شروط میبندند. و وقتی پیامبر به مسلمان ها میگویند که این سال عمره نمیکنیم برمیگردیم، یعنی نزدیکی مکه رفته بودند و مسلمان ها 6 سال است که یعنی مکه یا خود کعبه و وطن خود را ندیدند، این برایشان خیلی وزمین می شود، خیلی سخت می شود. میگویند پیامبر الله مگر ما حق نیستیم، مگر مشرکان باطل نیست، چرا ما نزدیکی کعبه آمدیم و آنها به ما اجازه نمی دهد و میگوید برگردید، شما هم راضی هستید که برگردیم؟ پیامبر میگویند عهد و پیمان است، من با آنها عهد و پیمان کردم که سال آینده می آییم. و مسلمان ها در اینجا از اینکه حماسیت یا گفتیم در قلب جوش خروش داشتن، یکی پزمان شدن به شهر خود، دیگر پزمان شدن به کعبه و آن اجر عمره، کسی لباسش را جمع نمی کند یا کسی نمی خواهد برگردد. پیامبر میگویند همگی جمع شوید، اگر حیوانی را برای قربانی آورده بودید در عمره، قربانی ها را در همین جا بکنید ما برمیگردیم، اما کسی گوش نمی کند. پیامبر به نزد ام سلمه می درآیند با چادر یا خیمه ای که ام سلمه در آنجا بودند و میگویند ام سلمه این امت هلاک می شود، اینها پیامبرش را نافرمانی می کند. ام سلمه میگویند چی شد؟ میگویند من به اینها میگویم بر میگردیم، اینها بر نمیگردد. ام سلمه میگویند به کسی چیزی نگویید، خودتان الان روید قربانیتان را کنید، موی سرتان را گیرید و این چونین لباس احرامتان را کشید، لباس عادیتان را پوشید و کاملا به سفر تیار شوید، هیچ چیز نگویید، فقط عمل کنید. پیامبر گفتی ام سلمه را میکنند، از جایشان میخیزند، قربانیشان را میکنند، یعنی گویا که عمره تمام شد، موی سرشان را میگیرند و لباس های عادیشان را میپوشند. دیگر مسلمان ها هم مجبور میشوند، پیامبر کرد آنها هم باید بکنند. کسی چیزی نگفته عیناً مثل پیامبر میکند و مثل پیامبر برای برگشتن آماده می شود و با همین یگان اختلاف بین مسلمان ها نمی شود. تصور کنید یک مشورت یک زن توانست یک اختلاف بزرگ حتی سبب نازل شدن بلا را دور کند که وقت مسلمان ها پیامبر را اطاعت نکردن در آنجا نزدیک بود که بلا نازل شود و پیامبر گفتن این امت هلاک می شود، اینها هم مثل پیروان موسی دارن مرا اطاعت نمی کنند. ولی ام سلمه اینجا یک مشورتی خیلی خوب می دهند و برمیگردن به مدینه. و درباره زیبایی ام سلمه حضرت عایشه میگویند من شنیده بودم که ام سلمه خیلی زن زیبا است و تا ندیدم باور نکردم و دیدم که اگرچه سن سالش بالا است خیلی زن زیبا است و به حفصه گفتم که ام سلمه زنی عادی نیست، آن هند خیلی زیبا است. هند گفت باور نمیکنم تو از حفصه گفت باور نمیکنم تو از روی رشکت میگویی، تو اینکه خودش دید و گفت از اون که گفتی با زیباتر دیدم و چه اخلاقی هم دارن. یعنی ام سلمه برابر زیبایی، برابر مادر بودن، خیلی زنی خوش اخلاق و باز صاحب علم هم بودن که تقریبا 380 حدیث روایت کردن. تمام حدیث هایشون در موضوع فقه و در موضوع بعضی از جهاد و این مسئله های هست که همراه پیامبر بودن. و این چونین ام سلمه یکی از زنهای دراز عمرترین پیامبر هستند و در اکثریت قولها وفاتشان تقریبا سال 61 هجری هست که در وقت خلافت یزید می شود. و میگویند وقتی که حضرت حسین به طرف عراق راه سپار می شوند،
که اهل عراق جیغ زده بود که ما با تو عهد و پیمان میکنیم، تو خلیفه مایی، ولی تنها میگذارد و خیانت میکند که دربارهشون ان شاءالله گفته میگذاریم. میگویند سلمه صدایش رو ما اونقدر نمیشنیدیم. پس از مرگ پیامبر زیادی در خانه می نشست، ولی یک گریه کرد، صدای بلند کرد که حسین کجا میروی؟ شاید این رفتن تو مرگ تو است، خواهش میکنم به جای نرو. بعد از این وقت خبر مرگ حسین آمد، یک باره سلمه بیهوش می شوند. یعنی از شدت غم و از گریه و اون سوزشی که به نبیره پیامبر و پسر فاطمه داشتن، از غم زیاد بیهوش می شوند و کمی نگذشته ایشان هم پس از مرگ حسین وفات می کنند. و به زندگیشان نگاه کنیم، یک مادری که صاحب 4 فرزند است، عجب فرزندهایی رو هم بزرگ کرده بود. همون زینبی که گفتیم، زینب دختر ابوسلمه که پیامبر در کوچک خیلی دوست می داشتن، از صحابه های کوچک بود، اما در عصر تابعین یکی از علمای بزرگ بود در مسئله فقه، تفسیر، حدیث، احکام جهاد. حتی یکی از زنهایی که برجسته ترین در ساحه علم و نمایان ترین است، این زینب دختری همان سلمه و ابو سلمه هست که در آغوش پیامبر و مادر خود بزرگ شده بود، آن هم به فضل مادرش که این گونه تربیت کرده بود. پس خواهران عزیزم، می توانیم از زندگی سلمه یک چند عبرت برای خود بگیریم. اولین عبرت این است که برای یک زنی که صاحب 4 فرزند است، عیب نیست اگر پس از وفات شوهرش شوهر کند. این در عرف عادت ما هست که زن اگر 30 ساله هم باشد، 32 ساله هم باشد، 40 ساله هم باشد، وقتی شوهرت مرد و یا شوهرت طلاق داد و 3-4 فرزند داری، شوهر کرده، این عیب است. عیب نیست. برای اینکه سلمه رو نگاه کنید چقدر زندگی با برکت در کنار پیامبر داشتن و حیاتشون با آن 4 فرزند البته در نزد پیامبر هرگز به یگان غم و اندوه تبدیل نشد، ولی باید در اینجا با تجربه برای خود شوهر پیدا کرد که او میتواند پدری کند در حق فرزندان ما. و چیزی دیگر این است که یک زن تا چی اندازه دستگیر شوهرش هست. نگاه کنیم زندگیشان را با ابو سلمه، یک زنی که خیلی در همان زمان از عائله های سخاوتمند و ثروتمند بود، راضی شد به افریقا، حبشه را میدانید که افریقا هست، افیوپیا، سیاه‌پوست هستن، همراه شوهرش هجرت کند. راضی شد به مدینه هجرت کند. گفت من از تو جدا نمیشوم، در غم و مصیبت همراه تو هستم. و حتی در وقت مرگش میگوید پس از مرگ تو من شوهر نمی کنم، که ابو سلمه میگوید نه، اطاعت مرا کن و پس از مرگ من شوهر کن. و این چنین مشورت یک زن به شوهر خود، و هرگز من نمیدانم خودتان میدانید این کار من، نه نشسته فکر کرده مشورت دادن و گرفتن مشورت یک زن از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم. این بود امروزه قصه من همراه شما. باذن الله درباره همسران دیگری پیامبر، زینب دختر جحش، درباره حبیبه، حبیبه یا گفتیم رمله دختر سفیان و صفیه و دیگر همسران پیامبر باز همراهتان هستیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.